اگه یه همچین مانعی داری میتونی تمام جابجایی های بوکس رو یاد بگیری. بریم با هم یاد بگیریم. اول پشت مانع حالت گارد وای میستی ولی دستا رو پایین نگه میداریم. پای جلو رو پشت مانع قرار میدی. 1 2 یک بار دیگه انجام میدم. نگاه کن 90 درجه. 1 2 1 2 1 2 1 2. بعد از جابجایی باید حالت گاردت به هم نریزه. تو لول دوم هنگام انجام دادن کتف جلو رو میدی جلو. نگاه کن هنگام انجام دادن یه سردزدی جزئی داری که ضربات مستقیم رو بتونی رد کنی. 2 1 2. تو لول سوم گاردتو میتونی بگیری بالا و همزمان با پای جلو که جابجا میکنی یه هوک ضربه بزنی. نگاه کن 1 2 1 2. یک بار دیگه انجام میدم. 1 2 1 2. دقت داشته باشین هوکتون به صورت هوک آمریکایی زده بشه. 1 2. تو لول چهارم بعد از جابجایی و بعد از استقرار یه چپ راست مستقیم هم میزنی. 1 2 1 2. نکن 1 2 1 2. یک بار یه سریعتر یکم انجام میدم. نگاه کن